اینها مطالبی است که امام علیه السلام به اصحاب سر خود بیان می کرده. حالا ببینید وضعیت ما چطور است. ان علی ابن الحسین از امام سجاد روایت میکنه قال تمتد الغیبه، غیبت ادامه و طولانی خواهد شد، ممتد خواهد شد غیبت کبرا به ولی الله الثانی عشر، به امام 12 از اوصیاء رسول خدا و الائمة بعده. یا ابا خالد ان اهل زمان الغیبه القائلون بامامته المنتظرون لظهوره افضل اهل کل زمانه. ای ابا خالد، مردمان زمان غیبت امام زمان کسانی که قائل هستند به امامت اون حضرت و منتظر ظهور او هستند، اینها افضل اهل کل زمانه، اینها از همه مردمان دیگر در تمام ازمنه اینها افضلند، اینها افضلند، اینها افضلند. چه روایتی را ما میخوانیم؟ کسانی که در غیبت امام زمان علیه السلام زندگی می کنند، دردها، رنجها، مصائبی که بر اینها وارد میشه، تحمل این مصائب از همه مصیبت‌های اهل تمام ازمنه بالاتره.